کم پیشرفت در پسمانظر عادت‌های پیشینه. اکثر خبرنگارانی که در موسم نو نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی شرکت کردند، بعضی دیگرگونی‌ها را به مشاهده گرفتند. نشست‌های امساله در مقایسه با نشست‌های 6 ماه پیش و یک سال پیشتر نسبتاً بهتر بود. از کدام جهت؟ یکم معلوم بود که یکم اینکه راهبرای اول شرکت می‌کردند، دوم اینکه معلوم بود که آنها آمادگی می‌دیدند، سوم اینکه هرچند که پاسخ‌های عمومی به سوال‌ها بود ولی به هر صورت پاسخ بود. ولی در برابر این بودند نهادهایی که به سوال‌ها خیلی عمومی و خیلی کوتاه پاسخ می‌دادند. مذهب جمعه خبرنگار آزیا پلوس میگوید چند نهاد کلیدی که در گذشته به سوال‌ها پاسخ دقیق نمی‌دادند، این بار توانستند جواب‌های روشن و مشخص دهند. دیده شد که مخصوصا در نشست دادستانی کل بسیار آزاد و بسیار مشخصاً به همه سوال‌ها پاسخ پیشنهاد کرده شد. همچنین همین حالت در نشست سودی عالی هم دادگاه عالی هم بود که به همه سوالایی که پیشنهاد کرده شد پاسخ مشخص گرانده شد و به سوال‌هایی که جناب رئیس پاسخش روی دست نداشت که آمار روی دست نداشت، حتما به کاتب مطبوعاتیش دستور میداد که معلومات مشخص پیشنهاد کنند. خبرنگاران حدس میزنند که تا اندازه بهتر شدن نشست‌های خبری به مراجعت جامعه ژورنالیستی تاجیکستان ربط دارد. پیش از آغاز موسم 6 سازمان روزنامه‌نگاری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت بر نشست‌ها را پرزور کنند، زیرا آنها نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. به فرق از بهبودهای اندک، خبرنگاران در منطقه‌ها شکایت دارند که شیوه برگزاری نشست‌های خبری بدتر شده است. همچنین چندین سال است که مقامات دادگاه ولایت سوخت، ریاست وزارت کارهای داخله، نمایندگی دادستانی حربی، اداره برق ولایت از برگزاری پریس کانفرنسی یعنی نشست‌های خبری دست کشیدند. این نکته در نشست خبری رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم بررسی گردید و برگزار نکردن نشست‌های خبری را او تنقید کرد. احمدزاده به مسئولین اداره و کارخانه گفت که ولایت سوخت خیلی کلان است و فهمیدن مشکلات مردم توسط روزنامه‌نگاران به منفعت کار خواهد بود. از برگزار نشدن نشست‌های خبری چند نهاد کلیدی در منطقه کلوب نیز خبرنگاران شکایت می‌کنند، اما چیزی دیگری که باعث نگرانی برخی آنها شده است به جای سوال تعریف و توصیف صدا می‌دهد. ما عیبا در همکسبان میگیریم، با عزت نفسی مثال اونو نمیرسم، نامشون نمیگیریم. در ما همه چیز پوشیده نیست. یک شاید بگذار باشد لگنبرداری باشد، بگیم همین خیلی تقلب کاری باشد، چیزی باشد که یا خود شیرین کنی باشد، خودشون چی میکنن و هر چیزی که هست از ما چیزی که وای موافقت نشست برای تعریف توصیف نیست. بعد هم خسته با جای اون که سوال چند، اما وقتی دیگر را گرفتم مثال تعریف و توصیف که شما یک تا اینه مثل شما دیگر نیست. ضیافت‌های خرد یا هدیه‌ها در نشست‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده بود. برخی دعوت می‌کردند که باید خبرنگاران از مهمانداری مقامات در نشست‌های خبری استفاده نکنند. از تقدیم شدن مغز و عسل یا لفافه‌ها نیز کنایه‌های صدا داد. برگزاری نشست‌های خبری تشبث پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بود که 18 سال پیش شروع شد و فضای اطلاعاتی را رنگین‌تر کرد. در آغاز وزارت و اداره‌ها هر 3 ماه نشست خبری برگزار می‌کردند. از سال 2011 نشست‌ها یک بار در نیم سال برگزار می‌شود.